حسبي ربي جل الله ما في قلبي. نیایش و بسته های معلوماتی در مورد ماه مبارک رمضان. صلی الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في. خدایا، هرگز مولای کریمی را بر بنده زشت کارش صبورتر از تو بر خود ندیدم. ای معبود من، تو مرا میخوانی و من روی میگردانم. تو مهر میورزی و من به خشم میآیم. تو دوستی می کنی و من از سر جهل رد می کنم. گویی که مرا بر تو نعمت و منت است. با آن همه ناسپاسی من، تو از رحمت و احسانت بر من فرو می بری و از فضل و کرمت اعطایی می کنی. ای مهربان، بر این بنده نادانت رحم آور و به احسان بی پایانت بر من ببخش که تو بسیار بخشنده و کریمی. درهای رحمت گشوده می شود. عطر مناجات بنده معبود همه جا را پر می کند. فرشتگان الهی گروه گروه از آسمان فرود می آیند. باران عفو و بخشایش خدا می بارد و نسیم لطف و مهر الهی سینه ها را لبریز می کند. خدایا، رحیما، مهربانا، در این ماه مبارک، در این لحظه های ناب یاریم کن تا غبار گناه و خطا را به باران عفوت بشویم. مددم رسان تا دل به نسیم مهرت تازه کنم. از عطر مناجاتت ذره ذره وجودم را عطرآگین نمایم و به وادی رحمتت راه جویم. توفیقم ده تا از این ماه عظیم بهره جویم و به تو نزدیک شوم، که اگر تو یاریم نکنی خسران زده و زیانکار خواهم بود. سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. حکمت و فلسفه فرضیت روزه. حکمت و فلسفه فرضیت روزه برای مسلمانان، برای تقویت روح مسلمانان، برای مقاومت با هوس‌های جسم است. زیرا روزه قدرت هوس‌های بدن را تقلیل می‌دهد و انسان را از بسیاری تمایلات نفسانی که لایق مقام انسان نیست باز می‌دارد و بدین ترتیب روزه روح انسان را تقویت می‌کند. حکم فرضیت روزه. بر اساس حکم الهی ای مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است چنان که بر پیشانیانتان مقرر شده بود، باشد که تقوا پیشه کنید.
و هم حدیث مبارک اسلام بر 5 چیز بنا گردیده است: اقرار بر این که لایق پرستش و عبادت هیچ کسی بجز ذات الله تبارک و تعالی نیست و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده خداوند جل جلاله است، برپا کردن نماز، دادن زکات و حج بیت الله شریف و روزه ماه مبارک رمضان. همچنان اجماع امت بر این است که روزه ماه مبارک رمضان فرض و یکی از ارکان اسلام و از ضروریات دین است و کسی که فرضیت آن را انکار کند کافر و مرتد است. حکم و حکمت فرضیت روزه از قدیم الزمان بین انسانها مروج بوده. اگر ادبیات و قصص مصریان قدیم، چینی ها، یونانی ها را مورد مطالعه قرار دهیم، در خواهیم یافت که روزه با تفاوت‌های روزه فعلی مسلمانان وجود داشته و آن زمان روزهای یک روزه، یک هفته‌ای و یا روزه‌ای که روزه‌داران از خوردن برخی از خوراک کباب ممنوع بودند، از جمله خوردن گوشت و یا غیر مأکولات. طوری که مظاهر این روزه را میتوان امروز هم در کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی و پیروان سایر مذاهب از جمله در مذهب کاتولیک ها و پروتستانت ها مشاهده کرد. روزه و حکم قطعی روزه برای مسلمانان به روز دوم ماه شعبان سال دوم هجرت توسط این آیه مبارکه برای مسلمانان ابلاغ گردید. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است که راهنمای مردم است و دلایل هدایت و تمییز بین حق و باطل می باشد. پروردگار با عظمت برای ما امر فرمود: هر که از شما آن را بیابد روزه این ماه را بگیرد. قرآن مجید شهادت می دهد که روزه در تمامی ادیان آسمانی فرض بوده و در نظام عبادت هر امت حیثیت بخش لازمی را داشته است. پیامبر اسلام می فرماید اگر شخصی بدون عذر شرعی و مرض یک روزه را ترک کند، اگر تمام عمر روزه بگیرد باز هم تلافی آن را نمی توان کرد.